تمام روز دوستا به بازار کارتی نوا میگه از یک گوشت پرسان که یک چند میشه گفت 2 تا نان میشه دیگه مو یک دانه نان هم که نباشه مثلا 50 روپیه هم که نباشه بسیار است. بیادا سبسای که نکن چطور میگه برای من یه رقم دوستا برای من اشاره کس میگه پس که بسیار بد گوارد بخیر باشه اکسه چند کار میکنی؟ 1000 800 700 میکنیم شکر 1800 کار میکنی؟ نام خدا از آجی سب کده خیلی کار خودت خوب بشه شکر از این کار است والا اردوش می خرط مصرف کراخانه و خرط فامیل میکشه تو نه اگه آدم بخواد اگه خوب پیسه دار شده ای کارا دیگه پیسه دار شده نمیتونه نه نظر ما از با همه بینندگان که کسایی که دست فروشی میکنه مناسب مفاد بگیرن بیشتر خودم مصرفیت ندارم بیکار است من در خانه میباشم رفیق اینجا صداقت میگه مردم آزار است راست میگه نه خدا مردم آزار به نام خالق یکتا و توانا هموطنان عزیز دوست داشتنی سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم خوب و صحتمند و سرحال باشید باز هم در یکی دیگر از برنامه هدف میدیا امید بکتاش در خدمتتان هست و ما امروز دوستا به بازار کارتی نو آمدیم خواستیم که یک گزارش مقبول از اینجا در مورد وضعیت کاروبار مردم براتون تقدیم بکنیم شما عزیزانم کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنین در فیسبوک در تیک تاک و همچنان اینستاگرام هم ما را دنبال کنید ما را بکنید دوستای عزیز سلام خوب هستین؟ سلام علیکم بیادر خوب است شما سلامت باشی بخیر باشی این طرف یا خیلی دوستای ببینید شبلق پیشوری تا نگیره نامک مقبول چی هست رفیق؟ قربان شما هستم سید نوید سادات هستم سید نوید سادات این کراچی مربوط خودت میشه مشتری استی باش اول پرسان کنیم که مشتری را نه دکاندار گفته کراچی مال خودم مربوط خودم میشه خب ساعت چقدر وقت از کار میکنید این بازار خودت دیگه 2 سال میشه 2 سال میشه خیلی کم وقت شده کم وقت میشه قبل از این واسه چیکار میکردی قبل از این دیگه مصرفم کارهای شاخه نبودم دیگه دکان داشتم خود دکان داشتی دکانداری چطور عایدش خوب نبود علاج کردی یا نشد والا عایدش خوب بود خو روز به روز اقتصاد مردم ضعیفتر شده رفت دکانداری شکست خب بیا بهر حال شکر است خدا مهربان بازم یک روز باز به مقاله‌های بلند برسی چطور از باز فروشات شبلق مردم میخرن یا نه خوب است از کار خود الحمدلله راضی هستیم دیگه نسبت به روزهای یک ذره کار بسیار ضعیف است چون اقتصاد مردم ضعیف است با چیزی که دارن روز خود تیر میکنن دیگه اگر نه چیزای اقتصادی هست شبلق اینا شاید 100 افغانی 150 افغانی زیاد نباشه بیشتر مردم شاید از سرپایی و اینا که بیشتر استفاده کنن شما چطور والا او گپم است میگه یک مطلب برات میگم که میگه از یک گوشت پرسان که یک چند میشه گفت 2 تا نان میشه دیگه مو یک دانه نان هم که نباشه مثلا 50 روپیه هم که نباشه بسیار است نه واقعیت مشکل هست خب ما هم به می دعا هستیم که روزگار مردم ما خوبتر شود بیشتر بتونن هر آن چیزی که ضرورت دارن استفاده بکنن کار شما هم خوب شود در بازار هر چیزی که است یک چیز داره صدا میکنن مثلا هر چیزی باشه لباس باشه هر چیز باشه مشتری صدا میکنه شما باز شبلقه چه رقم مردم صدا میکنید دیگه یگان تو که تیر میشه مردم بازار آوری بیا خاله چی میگیری چه کار بود خاله دیگه یگان تو مشتری میگم بیا خاله چه رقم شبلقه مردم بازاری نمیشه دیگه مشتری صدا میکنی خب اکثریت را میکنیم دیگه صدا خیر سلامت باشی رفیق مشتریات زیاد شده رفت مزاحمت نمیشیم کدام پیام اگر بر مردم داشته باشی کاملا در خدمت دیگه بر مردم خود بالخصوص بر جوانا همین خواهش دارم که آرام باشن دیگه کوشش کنن احترام به پدر و مادر خود بگذارن بالخصوصا جوانای ما که در این آخر چون رویشان یک ذره خراب است روی اقتصادی است دیگه احترام به پدر خود بگذارن با مادر خود به کلانا دیگه کدام پیام خاصی ندارم دیگه جمله افغانستان آباد باشه سلامت خیر سلامت باشی خیلی ممنون هستم سلامتی شما ببین که دوستام را یاجی صاحب هم صحبت بکنیم آمدن هستی که سلام خوب هستی
خیلی جوړه طبیعت تشکر سلامت خودت چی حال داری صحت خوب است شکر بخیر به خدای نامه مقبول تا بر ما بگو والای سیب د ما نوم سید انور ده سید انور جان مشتری اینجا چیز میخوای خرید کنی یا خودت هم دکاندار نه هستی ما خودم دکاندار سود آینه کار میفروشم ها اینک سودا میکنی خب بیاین خیلی کار میکنیم نویزاده صاحب واسطه میریم طرف آینکاش آینکار هم ببینیم چطور است صحیح است صاحب قصه کردم میریم امروز صاحب چطور است کاربار آینک مردم میخرن یا نه بس کده گزاره کینو دومره گزاره کینو ها کده بس گزاره کینو دلار کم ده بشک چند رقم آینک داری آی صاحب اینجا چطور است مشتری ها باز خوش میکنن یعنی به این طرفتر کمی که آینکار هم ببینن صحبت هم بکنن خو سید بس د خدای فضل د گزاره کی دومره هر رقم مشتریان راځي دلته او آینکان هر رقم آینک مو سره ملاویږي دلته و بازار هم خیلی بس گزاره کی نو دومره غنسته وکړه چند است آینکار ارزان سودا میکنی قیمت از چند است قیمت بس اتیا باندې اویا روپۍ پوسولې دا سودا کوونو د 70 روپۍ راځي 10 روپۍ کې پاتې کیږي کدام آینکای دباینش زیاد خوبش از بیار یک دانش ما هم بپوشیم ببینیم که ما هم دیگه فکر میکنم به جای ساده هستیم چطور صاحب مردم زیاد آمد دم کمری ما این آینکا به نام چی است اینا نو خو نه لري دا ټول چینایي آینکې دي دا خپل ها یا چینایی هستند دیگه دا دو چینایي دي برند نداری دباینشان نه برند ندارم چرا نمیخرن برند است چطور هغه چې دي قیمت دي خلک دلته عمر هغه نه لري وسط و نه لري چې هغه آینکې واخلي نه یگان آینکا نبیزاده صاحب سکی آینکا چطور میگه برای من یه رقم دوستا بر ما اشاره کرد میگه پس که بسیار بد گوارد بخیر باشی آی صاحب سلامت باشی روزانه باز چند کار میکنی اینجا خودت با دورات شپږ 150 سودا کیږي دا یو نیم سل روپۍ کې پاتې کیږي زه خپل په بخا باندې مایو پېم او د ما خپل په خپل ماغه کې چې جمهوریت کې د ما کتابچه درلوده ما بنا د طالبان هغه کینسل کړل وروره وسولې کور مې په کرایه باندې د وروره کاروبار نشته او بس همدغه آینکو ته ولاړ سل یو نیم سل روپۍ کې ګټونه دا کاروبار ده این واقعا خیلی مشکل است دیگه با ساعت 1.5 چلاندن خانه در خانه خودت تنها نانآورستی کار میکنی یا دیگه هم است نه تنها است مشتکام خورده است اشتکا خورده است گفتی که در زمان جمهوریت خودت کتابچه داشتی از معلول مایبین برات ماش میدادن ماش میداد حالا چرا کنسل کردن دلیلش برات نگفتن چرا حالا گفته که بیادر بازی مردم میتونم که کار نمیتونه شما کار میتونی که کتابچه را کنسل کرده امی دلیلش بود که کنسل کرد خب ما دعا میکنیم که بخیر روزگار خودت هم خوب شه و بخیر سلامت باشی کمری ما در خدمت است کدام پیام حرف گفتنی برای دوستا داشته باشی بس ټول خلکو د حکومت د ما د خواهش ته چې ورور خلکو ته کاروبار پیدا کی او د خلک ټول بیوزګار ګرځي دی وای چې کار هغه د ټول خلک ځوانان ټول د باندې ووتل او بس د دې موږ خواهش ته چې ورور د ځوانانو ته کار پیدا کی په خپل وطن کې سلامت باشین خیلی ممنون تشکر چطور هستی خودت رفیق خوب هستی جان جور است از اینکه آمدید در پشت سر ما استادا شدی حتما میخوای که صحبت بکنی امروز ما چطور چی هستی چی سودا میکنی خودت نه مگر چه سوزانه ماشین سوزانه دست چطور از باز کاروبار شکر چند کار میکنی 1000 1800 1700 میکنیم شکر 1800 کار میکنی نام خدا از آیسته پد کار خودت خوب شه شکر از این کار خوب است این روز 1800 فایده میکنی یا سودا میکنی سودا من 200 300 دیگه پیدا میمونه اینا دل ما را خوش کردی ما گفتم خیر روز 1000 فایده است که ما سر صبح بیایم می کارا شروع کنیم و خیر سلامت باشی خیلی ممنون از خودت تشکر خب دوستای عزیز بیننده برنامه ما باشین با هم میریم این طرفتر و دوستای دیگه که هستن اینجا همراهشون صحبت بکنیم ببینیم کاروبار از اونها چطور است سلام خوب هستین؟ خوب هستین صاحب ساعتان خوب است بخیر اومدین خیر و سلامت باشی آجی صاحب قند اول میشه نامت بر ما بگویید نام بیبلا آجی صاحب هم هستی یا ما هم تو آجی صاحب بگوییم تا والا زبان تا خدا نکنه خدا بخواهیم ما که بریم هر مسلمان خدا در مکه و مدینه بخواه که اما تو خدایش دمیدانم آجی صاحب جورم تا آجی صاحب گفتیم بیا که خودت فعال زبان ما شوه این کرشی مربوط به خودت میشه؟ بله چقدر وقت است کمی کار میکنی خودت همیشه؟ در اینجا تقریبا 22 سال شد ها ماشاءالله خیریش همیشه سفید کردی خودت بله در این 22 سال نمیجنی می بود تو سرقایی و اینا سودا میکنی بله گاهی لیلامی سودا میکنم حال نوانده چطور از باز کاروبار چطور است؟ شکر خداست خوب بس لیلامی خوب پیسه داره یا بود شبلی؟ والا اردوش می خرج مصرف کرایه‌خانه و خرج فامیل میکشه تو نه اگه آدم بخواد دیگه خوب پیسه دار شده ای کارا دیگه پیسه دار شده نمیتونه نه این سرپایگاکا بسیار مقبول است باشه یک دانش یه طرف بیاریم یا تفلانه است نه از این باز کلانش هم داری
نه کلانش قیمت بود یک ذره نگرفتیم. تمامش طفلانه است از خودت یا بر کلانا هم داری یگان سرپایی؟ بچگانم مال کم است که یک ذره سرمایه ما کم بود، کم مال گرفتیم. کم مال آوردیم. همین دکانداری یا زیادتر مردم به جنجال می باشن نه که چیزا. ایره بگو خودت هم اینه بچگانه داری هم دخترانه داری. زیادتر که مردا به زحمت است یا که دختر خانم‌ها که سودا میکنن؟ کلشون ما خوشحال هستم. خدا خوشحال داشته باشه. جنجال میکنه، جگره میکنه. نه از بازار خود جگره داره. بازار خریستی که نه بخاطر از این بعضی ها سفید میشنه باز زرا و سلام کم میشنه کدام وقت شده باشه یک دختر خانم مثلا یک نفر آمده باشه امروز جنجال کرده باشه که جنگ کرده باشه. جنگ کنه که امروز اون کار دکاندار نباید کنه. یگان دکاندار هستن زیاد عصبانی میشن تو کم حوصله هستن. یک دو پیر یک جنس که از پیش سرش پایین بالا کنی امروز مواد مقدره که بکشه و کم سلا باشه چرس شرابی چیزا رو بخوره دو ما هیچ عمل نداریم. همین دکاندارایی که نمیت کم حوصله میشن پیامت برای چی از برای اون دکاندار؟ و باید خودش فکر کنه که مثال در ایسی بیادر خود در ایسی خوار خود در ایسی پدر خود آدم به کم حوصله میشه. این کل ما شما یکی مثل خوار بیادر بود باید رقم حرکت انجام ندیم. بخیر سلامت باشی حاجی صاحب. ابی باز همین حاجی صاحب دادانم جور آمد دوستا زیاد حاجی صاحب گفتیم امیدوار هستم خداوند خودت هم به یار آرزویت برسانه ان شاء الله که حج بری بخیر. برای دوستای عزیز برای مردم ما کدام پیام حرفی گفتنی اگر داری ما ولی مردم بسیار خوش هستیم. خدا مردم افغانستان ما را کامیاب داشته باشه، آرام باشن در عرض مملکتی که هستن در جایی که هستن خدا و پناه و پناهگاه خود نگاه کنه. بخیر سلامت باشید. زنده باشین. تشکر سلامت. سلام خوب هستی؟ و علیکم السلام برادر خوب هستی؟ خیر. تشکر سلامت باشی. نامک مقبول چیه؟ صمیم هستم باشنده کارتینا ولایت کابل. ها بسیار خوب صمیم جان. خیلی خانه هم اینجا هست. خانه بالا سر کدی کارتینا است. خبر خوب است. به محل کارت نزدیک هستی نه؟ هم یگه بس میگه که آزا خانه آزا مسجد آزا منزل ها. ها این کارشی دیگه مربوط خودت میشه. چی چیزا داری صمیم جان دیگه؟ چی سودا؟ در پگی و 20 روپیگی از برادر. ها از خودت خیلی ارزان بای از قیمتی نداری؟ ارزان بای اصلا ما قیمت فروشی چیزا قیمتی نداریم. ما اینجا چیزای دیگه هم شامپو چیزا. او باز از خودت است یا او از کس دیگه است؟ او از خودم است. از بیادرم است او از خودم. ها او از خودت است از بیادرت است. سین سرکارچی بیادر خوب است بازم کاری کردش میکنی؟ میکنیم ما خود بیادر است. چطور است کاربار چطور است؟ شکر است الحمدلله از خدا راضی است. چیزای قیمتی باز فایدهش زیاد هست روزانه زیاد کار میکنی یا چیزای در پگی قیمتی هر رقم است. دست در روپیه 20 روپیه که باز است 20 روپیه است 15 16 میاد 20 سودا میکنی. اون فایده چیزی که خرد باشه فایدهش هم کم. چیزی که کلان باشه چیز 500 روپیه 50 روپیه مفاد داره. یعنی مشخص است که 20 روپیه 10 روپیه نه از زیاد کسا میخره. او دیگه دلت چه 100 سودا میکنی 200 سودا میکنی. قسم نه قیمت اول به خودت معلوم است که چه ارزش داره. درست است این بالا فروخته نمیشه. یک شوخی کردم امروز اینا شوخی کردم اما یگان دکاندار است عادت داره نه قیمت مشخص نباشه بازار چی داره قیمت مشخص نباشه بازار چی هر چی فروخت این حال مردم کلش میفهمه که چه ارزش داره. چقدر وقت از کار میکنی خودت؟ ما اینجا 15 سال از کار میکنم. 15 سال 15 سال کلام را دیگه میشه تیر کردیم. کلام را میشه تیر کردیم تا که مکتب هم میرفتیم و باز اینجا کار میکنیم بعد از وقت مکتب هم رفتیم شکر خلاص کردیم. پانتون چطور شروع نکردیم؟ پانتون دیگه شروع نکردیم یکم مشکلات ان شاء الله شروع. خب یا خیر باشه شروع کو بخیر بخیر و سلامت باشی. یگان دکاندار است پیشتر گفتم برات یگان تا مثلا نمیفهمه جنس نه بایشه سر از هر چی که قیمت بتونه بای میگن هر چی قیمت بخواد چی میگن در جانش بخوره در جانش میزنه. کدام گفتنی داری ببینم؟ با او دیگه میگفتنی است که فهمیدی حداقل مناسب مفاد خود بگیره ایمان فروشی نکنه. درست است ما میتونیم سرتی جنس قیمت بفروشیم چرا بفروشیم باید هر کی انصاف فایده بگیره بیشتر فایده نگیره. نظر ما از همه بینندگان که کسایی که دست فروشی میکنه مناسب مفاد بگیرن. بخیر و سلامت باشی صمیم عزیز در کارت برکت. بر دکاندارا خواهیم پیام دادی اگر بر بینندای عزیز هم کدام پیامی داری گفتنی بینندگان عزیز می پیام دارم که عید بخیر گذاشت همیشه مثل عید فکر کنن همیشه خوش باشن و زندگی خود لذت ببرن. بخیر سلامت باشی از عید گفتی خوش باشن ولی در آخر باز لبخند خود دیدیم در لبخند نداشتی. سلامت باشی. اول هم لبخند آخر لبخند همیشه سلامت باشی وقت خوش برخورد. تشکر سلامت باشی.
عزیز، جمع و جوش این مارکت یا بازار هم نام خدا خیلی زیاد هست و از دوستان پرسان کردیم که کاروبارشان زیادترشون خوب رضایت داشتن از کاروبارشان. اینجا یک دوست دیگه ما هست، بیاین با این صحبت های داشته باشیم ببینیم کاروبار از اینا چطوره. سلام، خوب هستین؟ سلام، خوب هستین سعادت؟ خوب هست. تشکر، سلامت باشی. اول را بگو رفیق، کراشی مربوط به خودت میشه؟ دکاندار هستی یا سودا میکنی؟ نه، کراشی مربوط به من نمیشه، کمی سودا کار داشتم. سودا میخریدم دیگه، صاحبش پس مایده رفت. خب پشت پیسه مایده رفت. چی خریدی؟ یک اسپری گرفتم، یک فیس واش گرفتم. همین اسپری را خریدی؟ دیگه اسپری را گرفتم، یک دانه برز گرفتم. بسیار خوب. میره کتا خرچی کردی دیگه چطور کنیم؟ فهمیدی جوانی است، مصرفم نکنی نمیشه. نامک موجب است. مجیب جان، باش که نامت بفهمیم، باز بعد از امروز بیشتر صحبت بکنیم. چی مصرفیت داری؟ خودت چی کاروبار میکنی؟ خودم مصرفیت ندارم، بیکار هستم. در خانه میباشم. رفیق اینجا صداقت میگه مردم آزار است، راست میگه؟ نه خدا نکنه، مردم آزار نیست. رفیقم از دوستاست دیگه. جام دیگه اومدیم دکان از یک چند دقیقه بده مالی خود از یک کمک مردم آزار است، یگان تا دیگرم فکر میکنه مردم آزاری میکنه. های رفیق خودش مردم آزار است، اون به خاطر خدا گوشه گرفته صدا میکنه مردم آزاری. بیا اگر میای در کامera بیا صحبت بکنیم امروز خودت. نخواست چهرهش فاش و مردم آزار. این مردم آزار است بسیار زیاد. سر تو شاهدی ناق داد که مردم آزار است، اینا میشه خودت قصه از رو بکنی. چی مردم آزاری میکنه دیگه؟ او کی از نمیشه کار میکنه. خب پیش از او وقت یک نفر میاد سودا میخره، اگر سرش تا کنه زیاد دو بالا کنه اون نخره دیگه بازی شروع میکنه برش. فهمیدی تو چی کار هستی چی کار نیستی؟ فهمیدی تا یک ساعت که دیگه لانجا بود به خاطر از مشتری کده. خب میخوایم مشتری ها را از سر دکانا بگریزانه دیگه. نه خودت میفهمی هوشیار آدم هستی. بخیر باشی، سلامت باشی. مجیب جان، خودت گفتیم کدام مصرفیت نداری دیگه، بیکار؟ نه بیکار هستم در خانه. در خانه بیکار هستی. که دوستا وینا دیگه با زیاد صمیمی هستی که دی رفیقا زیاد میای پیشان، یا امروز الان تو گذرت شد آمدی پیش از اینا؟ نه تا سودا نگیریم پیش از اینا نمیام، به خاطر که مردم آزار هستن. به خاطر یک نفر مردم آزار هستن، نام کل از یارا بعد داری تو؟ نه چند دانه هست، 3 دانه هست، لیکن نیستن. رفیقات اینجا زیاد هست دیگه. شکر الحمدلله هر جای رفیق هست، چون خودم ورزشکار هستم، کلاب دارم نصر کاول کردن. نه کدام بیشتر تمرین؟ دیگه رشته فری فایت تمرین میکنم. دیگه تایم چاش 2 تا 4 کلاب هست، تمرینم هست، شاگرد هست دیگه. هم تمرین میتی هم تمرین میکنی یا تنها تمرین؟ نه تمرین میتونم، تمرین میکنم. خب بسیار خوب. فری فایت تا بالا کدام مسابقه هم داشتی؟ زیاد. بله تو کابل. بیرون از کشور؟ نه بیرون از کشور ندارم. خود چرا زدیم دیگه که ایران برم با مسابقه دیگه. داخلی متوجه شدم گوشتم مایده است پهلوان دیگه. گوشت تقریبا 6 سال شد که مایده شده. گفتی که داخل کشور مسابقات داشتی، چند برد چند باخت؟ یک باخت دارم، 17 برد دارم. 17 برد ماشاءالله. اینک الان خیلی خوب فایتر هستی دیگه. افتخار ماست. به خیر سلامت باشی رفیق. کدام پیام حرفی گفتنی اگر بر دوستا داشته باشی کمری بوده حتما؟ دیگه پیام ندارم. خوش باشن، همیشه خوش و خندان باشن دوستا، همه بیننده ها. به خیر سلامت باشی. خیلی ممنون. به خاطر از این خنده کردم ما یک گپ جالب یادم اومد، باج بر دوستا بگم فلک بیچاره خنده کرد. خب تا گفتم چند برد چند باخت داشتیم، یک دوست دیگه منو تو زیاد میگفت من مسابقه میتونم و ما فری فایتر هستم. باز گفتم مسابقه داشتیم، زیاد مسابقه داشتیم. گفتم چند برد داشتی چند باخت داشتی؟ گفت والا در مسابقه هم گفت اول یک 7 برد داشتیم دیگه کلش گفت باختیم. زیاد مسابقه داشتیم که زیادتر شدیم. به خاطر که از اون مرا یاد اومد خندیم گرفت. سلامت باشی مجیب. بخیر سلامت باشی. خب دوستان عزیز، این بود گزارش امروز ما که از بازار کارتینا براتون تقدیم کردیم. امیدوار هستم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد. شما هم کانال یوتیوب هدف میدیا رو سابسکرایب بکنین، این برنامه را با دوستایتان شریک بسازین. پیشنهاد نظر انتخاب دارین میتونین که با کامنت بر ما بنویسید و همچنان در صفحه تیک تاک و اینستاگرام و فیسبوک هم ما را دنبال کنید. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتان.